هنرهای مردمی قسمت مهمترین نظام عنعنه‌ها و تجربه‌های تاریخاً تشکل یافته حیات مادی و معنوی هر یک خلق و ملت را تشکیل می‌دهند. معمولاً هر یک هنر مردمی سابقه طولانی تاریخی داشته در طول 100 ساله‌ها و 1000 ساله‌ها از نسل به نسل می‌گذرند و تحول و تکامل می‌یابند. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت‌ها پیش از همه در هنرها و تجربه‌های حیاتی آن تجسم و افاده می‌یابند. نوع‌های هنرهای مردمی زیادند و ما در هر شماره برنامه اجاز برای شما بینندگان عزیز از تاریخ، رشد و انکشاف هر یک نوع هنر معلومات داده بابت انکشاف آنها در زمان صاحب استقلالی کشور قصه می‌کنیم. این بار به خاطر انعکاس باز یک نمود هنر قدیمی ملی تنورسازی به جماعت آوازدار خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورف آمدیم. این جماعت از کلانترین جماعت‌های جمهوری از جهت مساحت و اهالی به حساب رفته زادگاه بزرگان و دانندگان هنرهای قدیمی تاجیکی است. هنر تنورسازی که امروز برایتان بابت این نوع هنر معلومات می‌دهیم در این جماعت امروز هم رواج دارد و در یک محله این جماعت چند خانواده با همین هنر زندگی خود را پیش می‌برند. در محله ما از قدیم الایام هنرهای بسیار مردمی عمل می‌کند، از اون جمله هنر تنورگری، هنرهای دوزندگی، گلدوزی و غیره ها که این باعث افتخار محلی ما می باشد. زیرا که آموزش هنر این برای آینده حیات ما، نگاه داشتن عنعنه های ملی ما خیلی مهم می باشد. بیهوده نگفتند که هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. در محلی ما تنورگری در یک چند جا عمل می کند. یکی از تنورگران سوی مشهور دهی ما عبدالروف بودن، آن کس از حیات گذاشتن ولی شاگردان بسیار را تیار کرده از خود گذاشتن. از جمله در محلی ما هم همین هنرمند را ایوب جان همراه نبیره‌هاش فرزنداش دوام داده، آن را رواج داده ایستاده است. بنابراین من گفتنی هستم که هر کسی که هنر آموزد و آینده به مقصد و مرام میرسد و زندگیش پیش میرد. بیهوده نیست که در اثری مشهور خود است شهرآشوب سیدای نصفی گفته است که درباره تنورگران: تنورش سرخ رو از آتشی گل، خس و خارش بود مژگان بلبل. یعنی همین صفتهای تنور را، ضرورت آن را با تشبیه بزرگ سیدا چنان نازکانه تصویر کرده است که کس گمان میکند که در حقیقت همین هنر ضروریت داشته است. البته کار تنورگری، ساختن کلاهگری نهایت کار مشکلی سرطلب است و من باور دارم که در محلی ما این کار دوام میکند و آینده هم برای رواج همین هنر ما همیشه کوشش میکنیم و تا اندازه‌ای که از دست ما آید برای هنرمندان شرایط‌های موافق مهیا کرده می‌استیم. عائله احرارف با سروری پدری خانواده ایوب جان احرارف دوام 25 سال این جانب با تنورسازی مشغولند. تنور اصلاً آتشدان نانپزی است و از گل ساخته شده آن را در زیر زمین به طور عمودی و یا بالای چهارپایه به طرز افقی استوار می کنند.
تنورسازی هنری سنتی بوده به پیشه کلولی ارتباط دارد. طوری ذکر نمودیم تنورسازی در اویله اهرارف ها پیشه اویلوی است و همه یک جای مهنت میکنند. کاری تنورسازی از آماده نمودن پشم چاروا آغاز می شود. شاید شما گویید که پشم به محصولات گلی چه ارتباط دارد؟ پاسخ این را از خود هنرمند میشنویم. من 35 سال باز تنور می‌سازم. از سالی 90. حاضر اکنون پسرم به یاد گرفتگی من یاردم می‌تیم. من خیلی موقع می‌تیم. تخت برداشت می‌تیم. موی گوسفنده موی چاروی می‌خریم. خسارش جدا می‌کنیم. بعد من این دونی اکرانکا لایبه من خیلی مایده می‌کنیم. کار آمین سر میشه. ما همین موی همراه میکنیم که دونی لایبه برای کفیدن نمیماند. مستحکم میکند. دوامی 6 سال باز جناب عالی انداز آزاد کردن هنرهای مردمی را. ما به نهایت خوشحالم. رحمت جناب. چون آماده کردن پشم کاری دشوار نیست، به این قسمتی کار زنهای عائله کمک میکنند. ادامه کار تیار کردن لای و یا به عباره معمول کلالگری گل است. برای آماده کردن لای خاک مخصوص لازم است، میگوید اکمل اهرارف، فرزند هنرمند ایوب جان اهرارف. او از نورسی با این هنر به کمال رسید و امروز به آن مهر بسته نزد پدر می ایستد و فرمایش ها را یک جایه با مصلحت و کمک پدر آماده می کنند. این خاکی که ما برای تنور استفاده میبریم از دهی محرم گفته می شود، از سیل کسک. به این خاک تنور نمی شود. این گلیبتی که استاده است از شهر اسفره گرام ببیم. برای تنورسازی اشیای ما اساسا همین می باشد. این خاک محرم داخلش به یگان خیلی چرکنی ندارد. خاک تازه شیره دار. برای تنور همین موافقت میکند. من این گلیبتی برای شیره دادن هر دوش آمیخته شود تنور مستحکم می شود. برای یک تنور تیار کردن یک اربچه خاک میرد، یک اربچه گلیبته 10 کیلو مو میبرود برای یک تنور. مو برای آن استفاده برده می شود که تنور مستحکم شود، از علاوه نقص برود. اگر مو کم شود عمری تنور کم می شود. مثلا کم خدمت میکند، بیمو بی صفت می شود. برای همون مو را بسیارتر استفاده میبریم برای که عمری تنور درازتر شود، سالهای زیاد خدمت کند. طوری ذکر گردید برای لای تنور خاک‌های مخصوص با گلی بوته لازم است. لای شوریدن نیز نازکی‌های خود را دارد و از چند مرحله عبارت است. ادامه کار از اینجا سر میشد. ما لایه در لایه خانه تیار میکنیم. تیار شد اینجا آورده میپرتاییم ارابچکی. بعد مو را غاز کرده کشاده قوتش کردیم. 3 قوت 4 قوت موی غاز میکنیم. بعد در آمده 6 کس 7 کس 10 کس شده زیر میکنیم. اینو با پاچک زیر کرده پخته میکنیم. 4 ساعت 5 ساعت راه میریم، گلام میپرتاییم، راه میریم، لای پخته میشد. بعد یک روز 2 روز دم میگیرد، من میخه حالت میبیاد. بعد از این کنده گرفته بوده تنور خمیرانیم. من میخه نمود میشد که از همدیگر جدا کرده نمیشد، پخته کنده نمیشد. صفتی کاری ما همین که چند قدر لایش رو پخته کنیم، زیر کنیم، همون قدر
хушро мебарояд, бо сифат мебарояд. 10 сол, 15 сол то 30 сол хизмат мекунад. Падарам 35 сол боз танӯр месозанд. Давоми 35 сол манам ба воя расидам, ба ёни падарам даромада ҳамин касбро давом додосиям. Бо ҳамин ҳунар машғул ҳастам. Зиндагии мо аз пушти ҳамин танӯрсозӣ мебошад. яке аз амалҳои муҳими танӯрсозӣ зери по зум задани лой мебошад. онро такрор ба такрор гардонида зум мезананд, то ки ҳавои дохилаш берун шавад ва лой шакли як лухти часпакро гирад. маъмулан онро барои ин ки хоку хас омехта нашавад, дар болои шол ё ҷойҳои поку рӯфташуда тунук карда зум мезананд. барои ин пойҳои пурқувват лозим аст, мегӯяд ҳунарманд. идомаи кор мана барои мо ду танӯри новоӣ фармоиш шуд, ҳамонро ҳозир мана хоравон достем. ҳаракат мекунем ки танӯри мо ба сифат барояд. این کاری بسیار زحمت طلب، مهنتی بسیار طلب میکند. لایه‌ام من تیار شد، کلوله کده پایین به فرو آوردیم. نمی اندازه یک به بلندیش یک دوره اش 1.10 تیار میکنیم. تنوری نوایی میشد. 40-45 تا نان میشود. وابسته از حجم نان. چند قدر کلان شود، همون قدر کمتر میبرد. چند قدر مایده شود، همون قدر بسیارتر میبرد. تنوری نوایی من ویش رو غیلانده فرو آوردیم. اندازه اش بلندیش 1 متر، حجمش دوره اش 1.10 میشد. 40 تا 45 دانه نان میبرد، وابسته از حجم نان. танӯр аз се қисм иборат аст. қисми аввалро тахтаи аввал меноманд ва онро бо ҳаракатҳои махсус паҳн мекунанд. нозукиҳои ин марҳилаи корро дар амал бароямон акмал нишон дод. این مرحله کار منه همینجا دوام تیم هوایی بین لای رو میبراریم، تختی تنور رو هموار میکنیم. امروز من زیر کردیم، تنور رو خورواندیم. پگاه تا نصفی روزه راست میکنیم، میبرداریم. برای این 10-12 نفر لازم است که این رو راست کنیم. من رحمت همسایه ها و دستگیری میکنن، سهم خودشان را میگذارن. همسایه ها نگفته در آمده ما یاردم میدهن. به یاردمی آدمی بسیار کار کرده نمیشود. تخته یکمش تگش، تگی تنور. тахтаи аввалро баъд аз тунук кардан ва дарозшакл намудан як шабонарӯз дам медиҳанд ва сипас нӯкҳояшро ба ҳам оварда мепайванданд. баъд аз 4-5 соат ки он каме сахт шуд, деворҳояшро бо асбоби ғундак ва аз берун бо даст мекӯбанд, то ки мустаҳкаму ҳамвор гардад. азбаски омода кардани тахтаи аввал вақти зиёдро мегирад, ин қисмати корро ҳунарманд ба мо дар танӯри тайёр нишон дод. برای همین تنور بشق در آوردن با من یکش
من با وای تخته چوب آهن که میشد غوندق میگوییم همین که زده تپ کرد دهان به میفروریم و شکل میدراریم بعد دونش تکس میکنیم. تخته دویم اندکی کنوس شکل بوده از قسم پایانی خود به تخته یکم به واسطه دندانه پیوست کرده می شود. دیوارهای تخته را باز به دسته و یا خوندک کفته پیوندی آنها را قوی می گردانند. قسم سیوم را دهنه می نامند که دیوارهایش باریکتر از تخته های دیگر است. شکل دهنه نیز به کنوس مانندی دارد. پس از به هم آوردن نوک‌های دهنه و به بالای تخته دویم استوار نمودن با دسته و غوندک از درون و بیرون زده پیوندها را محکم می‌نمایند. گلی دهان تنور را به آب اندکی ملایم کرده به شکل دور لب می‌بردارند. معمولاً اندازه دهان تنور نانپزی 50 سانتی متر یا برای سمبوسه پزی به 65-70 سانتی متر می شود. موافق سپارش میزاجان البته اندازه ها عوض می شوند. تنور را برای خشک نمودن به جای آفتابی میگذارند و در 4-5 روز در حرارت بلند آفتاب خشک میکنند. اگر هوا سرد باشد داخلش انگشت مانده در درجه پست خشک میکنند. این تنورهای تیار نموده عائله احرارفا تنورهای نانوایی است و بنا به گفته پدری خاندان به آنها از تمام منطقه های تاجیکستان فرمایش می شود. تنورهای خشک شده را به میزاجان می سپارند. تنور با صفت هنگام غیلانیدن نمی کفد و همین طور تنورهای آماده شده غیلان به دست نانوایی ها می رسند. این تنورها حجم و اندازش که فرق میکند. اینش یک به یک فرمایش شده که اندازش که ساخته داده. این تنها برای نان سمبوسه و رستختر کن میگوید. پایینش راست کده. من این شهر کنیبادان و یک جبار رسولوف بمینه یک و دهش. ناحیه باباجان غفوروف اونجی و دوتش. بینندگان عزیز، در گذری دیگری این جماعت عائله بابای فاکی با نانپزی مشغول هستند. در تنورهای ساخته هنرمندان احرارفا نانهای خوش‌طعم و لذیذ را پخته به اهالی پیشکش میکنند. این عائله نانوایی در محله تیمورملیک به نانپزی مشغولند و همیشه تنورهای خود را به احرارفا فرمایش میدهند. سرور خاندان مقیم بابایف میگوید که در این گذر نانوای خانه نبود و امروز باشد نانهای آماده نموده آنها میزاجان و طلبگاران خود را دارند. در این محله ما در نزدیکی نانوای خانه نبود. همین نانوای خانه را برای بهبودی خلق همین جوت نانوای خانه ساخته برای بهتر نمودن زیست و زندگانی. همین نانوای خانه ساخته و کردیم. من عائله ها ما در همینجا کار کرده ایستاده است. همین کار رو من اول خودم سر کرده بودم نانواییه، بعد به من بچه ها، دیوره ها، کلنوه ها یاد دادم. من حاضر همین کار پیش برده ایستاده. مردمی محله خرسند، من آمده گران رفتاسیان، نانی گرم هر روز گران رفته ایستاده. این عائله از سال 2016 هم این جانب با نانپزی مشغولند و امروز برای روزمره نانهای آبی را پخته پیشکش اهالی این محله میگردانند. در محله ما، محله تیمورملیک، نانوایخانه نزدیک نبود. ما هر راهی بازار بود دور به میرفتیم. حاضر نزدیک شدگی نانهای به مزه شیر ما من نانهای و آبی گرم که گفته خانه ما میبریم. خمیر شوریدن و زواله گرفتن و راست کردن نانها به ذمه بانوان خانواده است. در یک روز 4-5 خلطه آرد را خمیر میکنیم، میگوید عروس خاندان دلربا. با استفاده آرد با صفت، آب و نمک و خمیر ترش خشک و کمی شکر و روغن نانهای در نمود زیبا و در مزه لذیذ را در نمودی از کلچه کمتر کلانتر برای استعمال روزمره آماده میکنند. پختن نانها باشد به عهده مردای خاندان
چمدان است و معین جان پسر کلانی خاندان نانهای سرخ خوشنمود را از داخل تنور بیرون می کند و میزاجان باشند در رو گرم مکک آنها را خریداری می کنند. اصلا نانپزی آنقدر دشوار نیست میگوید معین جان، ولی در هوای گرم کمتر مشکلی دارد. این عائله هنرمند شاد از آنند که با کسب خویش برای تامین امنیت اوضاع‌قواری مردم دیهه اشان سهم میگذارند و در روزهای خرسندی و توی معرکه هایشان موافق فرمایش فطیرهای روغنی نیز آماده میکنند. بینندگان عزیز، در این برنامه خیش فکر میکنم توانستیم دو نوع هنری به هم پیوند را برایتان پیشنهاد سازیم. در هر دو نوع هنر دیدیم که همه اعضایان عائله در دست جمعی حاجات مردم را با دستان سحرآفرشان قانع میگردانند. اصلا رسالت رشد هنرمندی هم همین است، زیرا هنرهای مردمی همچون تجربه های مفید حیاتی در برابر تامین نیازهای مادی و معنوی اهل جامعه اینچنین نقش مهمی تربیوی را نیز به اجرا می رسانند. در روند تکرار یابنده از نسل به نسل انتقال دادن مهارت و ملکه ها تدریجاً دانش و تجربه و اصول و روش های عنعنوی تعلیم هنرهای مردمی تشکل می یابند که استفاده آنها نه تنها برای تشکل قابلیت و استعداد کسبی و مهنتی و این هنرها را خوب از خود کردن نسل جوان، بلکه برای در روحیه نیک پنداری، نیک گفتاری، نیک رفتاری، انسان دوستی، زیبایی پرستی، مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و دیگر فضیلت‌های انسانی تربیت کردن آنها هم مساعدت می نماید. نسل‌های آینده توسط شناس شدن با هنرهای سنتی نیاگان و از خود کردن آنها از تاریخ و سرنوشت، طرز زندگی، عرف و عادت‌ها و آرزو و آرمان‌های نسل‌های گذشته آگاه می شوند. و عباره دیگر هنرهای مردمی نمیگذارند که ما تاریخ ملت و وطن خود را فراموش سازیم.